یه بچه 4 ساله دارم، پدرم مادرم. از وقتی فهمیدم کرونا ازشون دور شدم. از وسط استانبول هم بچه‌مو فرستادم خونه مادرم. هر روز زنگ میزنه میگه مامان دلم برات تنگ شده. بعد بچه 4 ساله از کرونا ذهنیتی نداره، فقط میگه که خدا کنه کرونا بمیره. خسته شدیم، مردم رعایت کنن به خدا تموم میشه. من دیگه توان ندارم. یکی از همکارانمون دیروز جواب کروناش مثبت شد، اون 14 روز از دوره حلقه ما دور شد. باز شیفتاش سنگین شده به ما سپرده شد. ما داریم دونه دونه مریض میشیم، دونه دونه داریم از پا میافتیم، خسته میشیم، پا درد، سر درد. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید. شما امکان داره ناقل باشین، به عزیزتون رحم کنید. اگه به اون منتقل کنید یک لحظه دوریشو تحمل کنید، بعد اون وقت تا ابد نبینید براش سخت. اون چیزی که تو جامعه پخش شده بود این بود که تو صدا و سیما یه سری مریضا رو نشون میداد که با خنده و اینا میگفتن ما کرونا گرفتیم و مثلا شده بود یک ژستی که هر کسی یه دونه از خودش چیزی منتشر میکرد و میگفت منم کرونایی شدم و همه فکر میکردن که کرونا یعنی همین. فکر میکنم اگر مریضایی که کرونا گرفتن واقعا نشون بدن تو بخش‌های مختلف زجری که اینا دارن میکشن و نوردی که اینا دارن میکنن برای زنده موندن رو اگه نشون بدن اون موقع مردم یه خورده بیشتر احتیاط میکنن. مردم زیاد جدی نگرفتن این مریض رو. دیگه چشه دیدن امید به بچه هامو نداشتم. نمیدونم چی شد. حالا حالت خوبه؟ خیلی خوبه. خدا رو شکر. ما اینجا که میبینیم اینا تنها هستن، دور از خانواده هاشون هستن، واقعا دلمون واسه شون میسوزه. یه بیماری بود واقعا منو تحت تاثیر قرار داد. این بیمار جوان بود، حدود 40 سالش بود، لوله تو دهنش بود، نمیتونست صحبت کنه. لحظات آخرش که بالای سرش بودم بهش گفتم که ایشالله خوب میشی، بازم دلداری میدادمش. میگفت نه من فقط به فکر خانوادمم، به فکر 2 تا بچه‌مم. بهش گفتم نگران نباش خوب میشی، ولی متاسفانه نتونست تحمل کنه و طاقت نیاورد. سلام گلم، خوبی دلم؟ چه خبر سلام؟ حرف بزن دیگه قربونت برم. چه خبر؟ درساتو خوندی؟ خوبی؟ بازی زمانی رو قدر ریا و ششاشون رو بدونم. آرزوشون میشه که 1 دقیقه راحت نفس بکشم. 25 سالمه، بیماری زمینی هم ندارم، فقط 8-9 سالم ورزش حرفه‌ای کردم.